السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه. ویدیو کرده بودم یعنی چند پیش که برای مردمی که یعنی سلیشکم سریوز باید قبول کردن، بعضیاش مثلا کامنتری گپای قبیح بعد نویسن، بعضیاش اقرات هم کم داشته هم کم، بعضیاش خلاص که به هر گونه سبشینیو بدن، چی در اینستاگرام چی در یوتیوب. از همتون خواهش خاص به خاطر الله ما کانال خودم مدلیج کردم و همچنین شما را هم میخوام که ای کانالتون مدلیج کنید، خاص به خاطر الله، به خاطر اینکه مردم دیگه خیلی نفهمن. یعنی خطاگی ما رخ داد، ما پرسیدیم معذرت و بخشش که میگونم مثلا که در ما یک طرز شوخی وری بود. از همتون بخشش میپرسیم. مردم تاجیکستان شاید بسیاری دیگه خیلی فهمیدن نیره. از مردم تاجیکستان، ای مردمی که کلا هر تاجیکی که در هر کجایی که تماشا میکنه شاید که دیگه خیلی فهمیده باشه، از همتون خاص به خاطر الله بخشش میپرسیم. ما را به خاطر الله بخشین و کدامی که در کانالاتون بریدگین یعنی جای مو نو در کوچه که موندگین، خاص به خاطر الله بگیریم دلیل کنین. ما را کانال خودمون دلیل چون کردیم و ان شاء الله که امیدوار هستیم که دیگه ویدیو تکرار نمیشوند، که ویدیوی دیگه مثل پیشو بیشتر یعنی منفعت داره البته برای انسانانی که ویروس دارن دیگه و دیگه، اما مثال طرز سر لوحش بفهمید که بیزیب نوشته بود یکی چی عموما. یعنی ان شاء الله که تماتیکی که بعضی چیزا هستن که معقول نیست برای مردم مسلمان، برای مردم تاجیک، ان شاء الله که تکرار نمیشه دیگه نمیکنیم. بازم از همتون معذرت و بخشش میپرسیم و ان شاء الله کسانی که در شهر مسکو هستن و مسکوسکی اوبلاست میخوان گرانیته را بگذارن، ان شاء الله با رقم هایی که روی اکران میبینین میتونین که مراجعت کنین. برادرها در خدمت هستند. خوبترش در روی اکران نمیمونم، در اپیسانی میمونم برای مراجعت کردن در اپیسانی همی ویدیو یا اینکه در کامنتر رقم های گرانیته را میمونم، میتونین که ان شاء الله که مراجعت کنین، اینو مو بگیرین ان شاء الله براتون به خواست الله به قدر استطاعت بخواهن ان شاء الله که اسکیت کم میکنه به قدر استطاعت. الله نگهبانتون باشه. بازم از همتون بخشش خاص به خاطر الله یعنی ویدیو را کور کنین. یعنی حال ما حاجی را انتظار هستیم در طرف مکه مکرمه. الله گناه های هر کدی ما و شما را عفو و مغفرت بگردانه. هر کجایی که باشین در حفظ امان الله باشین، الله محافظتون کنه و قیمونده در امان الله سربلند و خانه آباد باشین. السلام علیکم.